خیلی شاکرم. میخوام در مورد روزهای اول اردیبهشت ماه از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه صحبت کنم که اتصالات مهمی رو در ترانزیت سیارات ما روی خودمون احساس میکنیم. اولین اتصال راهو و ونوس هست. ما اشتیاق زیادی به عاشق شدن و حمایت شدن پیدا خواهیم کرد در این روزها، به خصوص که ونوس در شرف میل زیاد به تشکیل رابطه و انرژی های زیادی هست که رابطه ما رو استارت میزنه. انرژی های زیادی هستش که باعث میشه ما وارد یه رابطه بشیم. آدم های زیادی سر راهمون قرار میده و این انرژی به نوعی تروماهای نیاز ما به حمایت شدن هست، نیاز ما به پشتیبانی هست و اکثر ماها احساس نیاز میکنیم برای داشتن یک پشتیبان، برای داشتن فردی که مراقب ما باشه و این تروماها خودشون رو به شکل‌هایی مثل دلتنگی، مثل ایجاد نیاز به روابط جنسی، ایجاد نیاز به روابط عاطفی سنگین و غیره برای ما خودشون نشون میده. این از این موضوع. بنابراین یادتون باشه که اگر شما وارد رابطه‌ای شدید اونقدر قرار نیست اون رابطه گیرایی باشه، چون راهو یه جورایی این رابطه رو کارمیک میکنه و این رابطه دوام زیادی نخواهد داشت، اما احساس نیاز به حمایت ها برای ما ارضا میشه. از سوی دیگری ما اتصال زحل و راهو رو داریم. مجاسده راهو و زحل، ساترن یا شانی به زبان سانسکریت، نظم ما هست، کارهای ما رو سر و سامان میده و ما در این بازه و در یک هفته آینده سعی میکنیم برنامه هامون رو خیلی منظمتر پیاده سازی کنیم، ولی ممکنه همه چیز بر طبق میل ما پیش نره. در حقیقت ما برنامه ریزی میکنیم، اما راهو این برنامه ریزی رو با بی‌نظمی دچار میکنه. دچار بی‌نظمی هایی در کارها میشیم. برای همین توصیه میکنم سختگیری نکنید نسبت به 100% پیاده شدن های برنامه هاتون و از سوی سختگیری نکنید در محیط خانواده نسبت به اظهار نظرهاتون، چون اظهار نظرهای بیجا در این روزها ممکنه محیط خانواده رو به سمت و سوهایی ببره که شاید برای شما باب میل و مورد رضایت نباشه. چرا که مریخ در نشان حبوط خودش در نشان خرچنگ هست. خرچنگ نشان خانواده هست و وقتی که مریخ آسیب دیده در این نشان قرار بگیره، برای ما موجبات اتفاقاتی رو در خانواده رقم میزنه که اصلا برای ما قابل پیش بینی نبوده، من جمله ایجاد خرج ها و هزینه هایی در خانواده، گفتگوها و بحث هایی که اصلا برنامه ریزی نشده، یا حتی سفرها و جابجایی‌ها و نقل مکانها. چند توصیه و نکته برای این روزهای اول اردیبهشت ماه دارم. سعی نکنید تا همه چیز طبق برنامه پیش بره. هر چقدر سعی کنید اصرار بورزید برخلاف میلتون پیش میره و نگران سریعتر رد شدن زمان نباشید، چون در این روزها یا زمان برای شما داره خیلی تند عبور میکنه یا خیلی کند و شما در تلاشید که جلوی این سپری شدن زمان یا آهسته رفتن یا کند رفتن یا تند رفتن زمان رو بگیرید و برخلاف میلتون پیش میره. زمان رو رها کنید. دیکتاتوری زمان در این روزها کاملا به چشم شما میاد و شاید استرس بگیرید که دارید یا تایم رو از دست میدید یا تایم از دستتون خارج شده. بنابراین اصلا نسبت به این مسائل حساسیت به خرج ندید تا این روزهای اردیبهشت هم تمام بشه. گلهای گلید.